سلام بر بیننده‌های عزیز، امید که جور صحتمند هستین. فردوس اعظمی هستم، یکی از کارمندای بخش یوتیوب دیگه. امید انشالله جور صحتمند باشین. فعلا دوستای عزیز که همونتون میبینید یا موبایل سنتر، فعلا آمدیم که داخل سنتر موبایل شیم و یگانه مکان اعتماد پرسان بکنیم و کجا است. میریم داخل، بفرمایید. داخل میشیم و میریم میبینیم که مکان اعتماد در سنتر موبایل یا موبایل سنتر کجا است. فعلا میریم داخل و از کاردش پرسان میکنیم کجا است. سلام علیکم. خوب هستین؟ بله، صحتمند هستین ان شاء الله. در احوالتان آرامی است؟ بخیر هستین؟ سلامت بخیر باشین. مکان اعتماد کجا است؟ علی اپل استور قبل. درست، سلامت، تشکر، بخیر باشین. بفرمایید دوستان عزیز که از بالا پرسان کنیم که مکان اعتماد کجاست. ما را آدرس دادن دیگه، از شما پرسیم که آدرسش کجاست. مکان اعتماد علی اپل استور. درست، تشکر. موقعیتش کجاست؟ پشت جهان آیفون علی اپل استور. پشت سر لفت. درست. بفرمایید دوستان عزیز، خیلی میریم هم پشت سر لفت علی اپل استور است. که میبینین نام خدا هر کدام از این از خود یک موبایل داره و داخلش حتما یک موبایل است و بعضی بیننده شاید بگن که حتما موبایل موجود نباشه، اما من برای شما میتونم که یک موبایلش باز بکنم و بعضی بیننده شاید همون فکر کنن دیگه. ما در این قسمت از استاد میخوایم که اول یک سلام علیکم باشم داشته میداشیم و بعد میخوایم که موبایل بر ما باز بکنن که داخلش موبایل آیا هست یا نه. سلام علیکم استاد. سلام. ان شاء الله خیریت است. سلامت قربانتان. امید که جور صحت سلامت باشین. اول خوش آمدین به مارکت ما و بسیار زیاد خوش شدیم که باز شما را ما دیدیم و از طریق شما ما پیام خود بر دوستان ما میتونیم برسانیم و انشالله که تمام دوستا و مشتریای عزیز ما خدا کنه که جور صحت سلامت باشن و کسایی که از این دکان جنس یک بار خریده باشه و حتما یک خاطری خوب داره. کسایی که تا بال مشتری ما نیستن انشالله که ما اونا را تشویق میکنیم که بخیر و موبایل سنتر که یکی از مارکت های مجهزترین مارکت در بخش موبایل است تشریف بیارن و ما از هر نوع امکاناتی که داریم انشالله امرویشان مراحت و همکاری خواهد کردیم و از کیفیت جنس و از قیمت جنس انشالله که مشتری ما اگر یک بار به دکان ما بیاید مراجعه کنه ما بالاخره یک رقم نه یک رقم امرویشان همکاری و جرامت خواهد کردیم دیگه. خوش آمدید. سلامت باشین. بیننده عزیز همون تو میبینید که استاد همین صحبت هایی که بار شما داشته بود و شما استاد این را بر ما باز بکنید که بیننده عزیز ببینن که داخلش موبایل موجود است یا نه. خب بسیار خوب. این است 16 پرو مکس و 256 جی بی و به رنگ بلک است که هر رنگش موجود میباشه پیش ما که این را براتون ما آواز میکنیم دیگه. دوستا عزیز میبینم تو پیک است فعلا و سیل کمپانیش است. ناگفته نمونه که پیک ریپیک نیست و مالای اوریجنال است انشالله که ماشاءالله. نام خدا. یک رنگ مقبول، رنگ بلک تیتانیوم که یکی از رنگ‌های مورد علاقه خودم می باشه و اینجا شما بازترکی زیاد داریم. تلفن از روز از این رنگ طلاییش که به حساب دیزرت میگیم از این شروع به سفید، سیاه و بالاخره رنگ‌های فولادی و هر رنگش که شما زاده داشته باشین. تنها 16 پرو مکس نه بلکه 17 پرو مکس هم ما موجود داریم. 17 پرو مکس 256 دو سیم کارت سی اچ داریم و 17 پرو مکس ای سیم هم داریم موجود که ما قیمتش نمیخوایم که بر شما بلند بفروشیم. کوشش ما در است که مطابق با نرخ اپدیت بازار پیش بریم. اگر حالا ما نرخ بگوییم شاید فردا نرخش کم ارزانتر شه. به اون لحاظ قیمت‌های ما را کوشش داریم که روز به روز لحظه به لحظه پایین‌تر بیاریم و کاهش بدیم و برای شما یک خدمت کوچک انجام بدیم. اما تو بیننده عزیز که میبینید قیمتاش گفتن که پایین حتما آمده میره.
چون بعضی دوستان میگه که روز اول که رسید تقریبا تاریخ 21 بود، 20 سپتامبر رسید که روز جمعه بود. ما 21 ساعت 8 بجه یک دانه فروش کردیم و این سیم بود $2120 فروختیم که یکی از مشتریای ما زیاد علاقمند از این بود که باید اولین کس باشه که 17 پرو مکس بخره. خب ما بالایشان فروختیم، منتها بر اثر از این که ما تبلیغات درست نداشتیم نتونستیم برای مشتریای ما تبلیغ کرده و تلفن‌های 17 پرو مکس ما رسیده بود. انشالله که در آینده کوشش میکنیم که تبلیغات بهتر انجام بدیم تا به مشتریای ما هم خدمت کنیم و هم اولتر از همه امکانات را که میخوایم بر از اونا فراهم کنیم. بسیار خوب، بسیار خوب. دیگه بیننده عزیز میبینید که همین قسمت 17 پرو مکس 16 15 یا 12 11 همون تو موبایل های است که موجود. نمونه که 13 پرو مکس های جست اکتیف ما که یک رقم جست اکتیف های است که اونا درست نیستن، منتها از ما جست اکتیف های ما که است از خود امریکا و دبی و اینجا که جمع میکنیم، سیتای پاک است و انشالله کندیشن های بادیشان در حد بسیار بالا قرار داره. از اونا هم داریم 12 پرو مکس، 11 پرو مکس و 11 پرو مکس های جست اکتیف، S21 الترا، S22 الترا، S25 الترا، 24 الترا، یوز و مستعمل، یوز و نو هم انشالله که موجود ایجا داریم. و ناگفتن همونه که ما کار آیپد ها را هم میکنم و آیپد های انشالله این همه تو قسم که موبایل ها را شما دیدین، از ابتدای آیپد ها بالاخره تا آخرین آیپد هایی که دوستا تقاضا داشته باشه برشان فراهم میکنیم انشالله. نام خدا، نام خدا. اینا میبینید دوستا عزیز که همین قسمت من خیلی گفتم تنها کار آیفون هم میکنن بلکه کار موبایل های گلکسی و آیپد هم میکنن و از موبایل های گلکسی رو میشه که یک بر ما یکش برای معلومات برای دوستا عزیز بدین. ما تمام آیفون رو کشیدیم اما متاسفانه که گلکسی های ما اینجا مانده. گلکسی S25 الترا این کارت بسته‌اش است و اینش باز است که به هر رنگ که شما دوستا ضرورت داشته باشید که شما موجود است که 4 رنگ داره، رنگ‌های بسیار جالب و رنگ‌های مقبول داره و هر رنگش که دوستا ضرورت داشته باشه ما برشان می‌زنیم که انشالله. این دوستا عزیز میبینه که الترا هم تو کارتن بست یا بگویم پیک موجود است و یک مدل بسیار شیک و مقبوله که فراموش نشده براتون برسانیم، زی فلپ و زی فولد است که از این دو شیپ هم موجود دارم نزد خود که این زی فولد است، زی فولد 4 و زی فولد 5، زی فولد 6 الا بالاخره زی فولد 7 که نو با بازار آمده انشالله او را هم ما موجود داریم و میتونیم که بر شما انشالله مراحت کنیم. S21 الترای داغدار، S22 الترای داغدار و تلفن های که داد داره از اونا هم نقطه نمونه که ما داریم و اپل واچ های ما فراموش ما شده، یعنی اپل واچ هم داریم و اپل واچ ها از سیریس 3 و سیریس 4 شروع بالاخره سیریس 10 که سیریس 11 نو با بازار عرضه شده هم انشالله که موجود داریم. فقط شما دلی اپل استور خدا برسانین انشالله که ما همه امکانات بر شما فراهم خواهد کرد. ما که در صحبت استاد شنیدم دیگه هر مشتری که بیا بدون از موبایل از علی اپل استور نمیتونه بره، چون حتما یک چیزی را که میخواد پیدا کرده میتونه و همونطور که میبینین موبایل های بسیار همونطور منظم سید پاک پیک و مثال موبایل های است که یوز گفتن استفاده است و میتونه شما از علی اپل استور به دست بیارین. دیگه همون تو آیپد ها و دیگه هم از آیپد ها رو صد بر ما معرفی بگیری. آیپد ها آیپد جنریشن 6، جنریشن 5، جنریشن 7، جنریشن 8، 9 بالاخره 10 و آیپد پرو های 2018، آیپد پرو های 2020، 2021 و آیپد پرو ها را بالاخره تمام میشه انشالله که ما داریم. نو بخواین هم داریم و مستعمل هم داریم. و یک موضوع دیگه نگفته نمونه که زیاد تخفیف انشالله نسبت به دیگه دکانداران ما برای مشتریای ما قائل هستیم و یگانه موضوعی که بر مشتریای ما در تخفیف باید حساب شود او کیفیت جنس است که ما بسیار یک کیفیت بالا برای مشتریای انشالله جنس ارائه میکنیم
کوشش نمیکنم که سرگردان شوند و دوباره پس به موبایل واپس بیارن و یک برشان کشیدگی به وجود بیاد و من لیلام هم نمیکنم چون موبایل های خراب که در بازار باقی میمونن اونا را لیلام میکنن یا مثلا مردم سرگردان میکنن. من از دکاندارا تقاضای من است که دکاندارای عزیز کوشش کنین که چیزی که زبان میکنین در زبانتان استاد باشین و دوم دیگه ای که تبلیغات بیجا نکنین، سرگردان نشه مردم، به خاطر از اینکه بعض کسات بسیار جای دور میان و خدا میرسانن بالاخره او یا میگه که از این موبایل ندارم یا ای که مثلا یک موبایل لا کرده فروش میمونه، بالاخره او وقتی مشتری سرگردان میشه باز میفهمن که تلفن کیفیت درست نداشته. کوشش کنین در تبلیغات صادق باشین و همراه مشتریتون از صداقت خوب و برتر استفاده کنین. دیگه دوست عزیز، همین چیزی که راست میگن استاد در دکان موجود دارین، شما امور به فروش بگذارین. خاطر نشه که دوستا همون تو بر سرگردان میشن، ولی موبایل های از کدمن یک مشکل داره با قیمت بسیار مناسب و بعضی تبلیغات هم شاید دیده باشن استاد دیگه که تبلیغات میکنن مثال موبایل ها هست ولی قیمتش بسیار ارزان میگن و مون نرخ میان میبینن حتما یک مشکل داره، پس همون تو مثال میرن. اما فعلا در علی اپل استور میبینی که موبایل های بسیار همون ثابت منظم، بسیار با قیمت های منظم و ثابت و قیمت های ارزان میتونید به دست بیارین. حتی از 17 پرو مکس گرفته تا آخرین مدل یا پایینترین مدل در علی اپل استور موجود است. نمونه که 17 پرو مکس ما تنها دوستای عزیز این رنگ نداریم، بلکه هر رنگی که شما زده داشته باشین انشالله که بر شما فراهم میکنم و بسیار یک رنگ مقبول و بسیار یک شیپ خاص کار شده که باز دوستا کسایی که دنبال 17 پرو مکس استفاده نکردن و نخریدن اونا تبلیغات خراب روان است که میگن که اسکرچ میشه یا شیپ خوب نداره یا کامرش پر بیرقم است، اما برعکس بهترین دیزاینی را که من در موبایل دیدم 17 پرو مکس است. امکانات را اگر کسایی که امکانات داره حتما از 17 پرو مکس استفاده کنید. 17 پرو مکس میبینید که فعلا دوستا در بین همی رنگ‌های موبایل تاق است و بسیار خوب یک رنگ مقبول برش کار شده. دیگه طرف آیپد ها استاد نگفتن امانه که بعضی دوستا رو میبینیم حتما یک پابجی گیم خو میزنن. آیپد های گیمینگ که اگر داریم بر ما بگین. آیپد های گیمینگ ما داریم، آیپد های بفرمایید دوستا طرف. آیپد های مینی 6 داریم، مینی 5 داریم و آیپد های داریم که انشالله دوستا اینا رو زیاد خوش داره به خاطر از اینکه بسیار یک وزن کم دارن و پابجی بسیار خوب کار میته و بر دست هم منافقتن همونه که بسیار سرعت خوب داره. دیگه من نظر میتونم دوستا که از آیپد مینی 6 و مینی 5 انشالله استفاده کنن و آیپد های پرو هم داریم که اونا رو هم میتونیم که اوجا براتون فرمایش گذاشتیم که ما اپل واچ ها را که براتون قبلا هم گفتم از اپل واچ های سیریز 3 شروع بالاخره اپل واچ هایی که سیریز 9 و سیریز 10 و همون آخرین مدلایش هست انشاءالله به شما موجود است. ماشاءالله دیگه علی اپل استور دنیای جهان موبایل های آیفون و گلکسی است و آیپد دیگه که استاد گفتین امور هم یک بار میشه با تصویر بگیریم که دوستا ببینن. این است آیپد پرو 2021 آیپد پرو 2021 که 13 هند داره و گرافیک بسیار بالا داره. میبینید صفحهش 512 جی بی حافظه داره و قابلیت سپورت سیم هم داریم که سیم استفاده شه و بدون سیم هم داریم. و یک موضوع دیگه ای که یادم هست ما نمیخوایم که قسم دیگر را لیلام کنیم که موبایل های خراب یا چیزای دیگه باشه. این آیپد ما را در لیلام میگذاریم که قیمت از این قبلا بود تقریبا $290 $280. حالا بالاخره بر شما ما این را بسیار مراعات میکنیم، یعنی ای که با 10,000 افغانی که تقریبا $148 یا $147 میشه ما بر شما این را با لیلام میگذاریم. بسیار کیفیت بالا داره و 64 جی بی حافظه داره، 4 جی بی رم داره، انشالله که گرافیک خوب داره و زیادتر مشتری های ما از استفاده میکنن. قابلیت سپورت سیم هم داره و نگفته نمانه که از این تماس گرفته نمیشه، منتها به حساب درس خواندن و به حساب اینترنت و دیگر موضوعات استفاده میشه. دیگه
هر قرار که بخواین از این دوستا ما موجود داریم. نام خدا دوست آیپد پروهای 2020 است که تقریبا 11 اینچ میشه، 10.9 اینچ یعنی 11 اینچ که از این هم ما داریم. دوست عزیز سعی کنید در علی اپل استور آیپد های گلکسی و آیفون موجود است و همونطور گلکسی را که دیدین بسیار همونطور یک آیپد مقبول و شیک است. سلام برسونید. بله یا 12 پرو مکس داریم. بین بفرمایید محترم بین 12 پرو مکس ما و به هر رنگ شما ضرورت داشته باشید انشاءالله موجود است. بله یا دیگه نام خدا دوست عزیز میبینه که علی اپل استور در سنتر موبایل یا موبایل سنتر آیپد های گیمینگ یا همونطور بگیم موبایل های آیفون یا موبایل های گلکسی موجود است. شما میتونید به دست بیارین. دیگه نگفتن امان آدرس شما از خود استاد پرسان میکنیم که دقیق تر برای شما شود دوستان. آدرس علی اپل استور موبایل سنتر منزل تحکوی عقب لفت دکان 36 و پل خشتی. بسیار خوب. دیگه موقع مدرس کابل است چون بعض دوستا شاید مزاریا و دیگه است چون بلدیت ندارن و نمیفهمن که موقع کجاست که فعلا ما در کابل هستیم. بیار سلامت باشید. خیلی خوش شدم از اینکه شما را برنامه را همراهی کردین. همراه متایی لحظه زیاد همراه شما صحبت های خوب داشتیم دیگه و یک توفقه که ناچیز هم بر شما که پاکیج تقدیم بر شما میکنم. هیچ با خاطر نیست که شما تشویق شوین و انشالله که برنامه های خوب و بهتر را شما بخیر داشته باشین. همراه دوستا که یک اپل واچ سیریز 8 است و یک پاور بانک است و همراه یک چارجر یک چیز توفیق ناچیز است که ایره بر شما ما تقدیم میکنم. انشالله که موفق و کامگار باشید. تشکر. دوستای عزیز همونطور که میبینید در علی اپل استور بر ما یک تحفه بسیار بزرگ را بر ما عطا نمودن و میبینید که همونطور بسیار یک اپل واچ بسیار منظم و میتونید برای تصویر ببینید که بعض دوستا شاید بگه که حتما کدام مشکل داره کدام مشکل نداره. نه و جدید است. همونطور از خود میبینید کارتن هم داره دوستای عزیز. و تشکر باز هم بسیار زیاد تشکر از دوستا و بیننده‌ای که ما را تا این دم تماشا نمودن برنامه ما را و من از دوستا خواهش میکنم که حتما به علی اپل استور بیاین و خریداری بسیار کنن. این رو هم دوستا عزیز میبینه که کارت علی اپل استور است و بسیار نگفتن آمده بسیار زیاد تشکر استاد. جهان سپاس از شما. سلامات استاد. بخیر باشین. با اجازه. سلامات. خداحافظ. بیننده‌های عزیز تشکر از دوستایی که ما را تماشا نمودن و از نرخ‌های موبایل‌های آیفون از علی اپل استور کلش بهره مند شدن و ناگفتن امان که یک تحفه بسیار بزرگ را بر ما علی اپل استور دادن و دوستای عزیز همونطور بر شما گفتیم که علی اپل استور یکی از دنیاهای یا مثال بگیم که بر شما یکی از بهترین موبایل فروشی در سنتر یا موبایل سنتر است. با این شکل دیگه از شما خواهشمندیم که شما بیاین یک بار از علی اپل استور دیدن بکنید و حتما یک موبایل خریداری بکنید. تشکر از شما. خدا حافظ.